در سایه خاندان هدایت. صادق هدایت در سال 1281 شمسی در تهران در یک خانواده اشرافی به دنیا آمد. او از نوادگان رضا قلی خان هدایت، ادیب و شاعر معروف دوره قاجار بود. این پیشینه خانوادگی او را از همان ابتدا با ادبیات و فرهنگ آشنا کرد. او تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علمیه تهران و سپس در دارالفنون، یکی از معتبرترین مدارس نوین آن زمان، به پایان رساند. در این سالها او با ادبیات کلاسیک فارسی آشنا شد و در عین حال به زبان فرانسه تسلط پیدا کرد. اما این محیط رسمی و کلاسیک روح جستجوگر او را ارضا نمی کرد. از همین دوران بود که نشانه‌هایی از انزوا در شخصیت او پدیدار گشت. جوانی و آغاز سفرها در جستجوی گمشده‌ای نامعلوم. در سال 1305 هدایت به همراه گروهی از دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل به اروپا اعزام شد. او ابتدا در بلژیک به تحصیل مهندسی پرداخت، اما این رشته با روحیات هنری او سازگار نبود. پس از 1 سال آن را رها کرد و به پاریس رفت تا به تحصیل در رشته نقاشی بپردازد. در همین دوران او با ادبیات غرب و به ویژه آثار نویسندگانی چون فرانتس کافکا، ادگار آلن پو و آرتور شوپنهاور آشنا شد که تأثیری عمیق بر جهانبینی و سبک نگارش او گذاشتند. این دوره در پاریس سرشار از اضطراب و اندوه بود. او در این شهر برای اولین بار دست به خودکشی زد که ناموفق بود. این تجربه تلخ سایه خود را بر تمام آثار آینده او افکند. در سال 1309 هدایت با روحی خسته و ناامید به ایران بازگشت. او در این سالها به همراه دوستانش مسعود فرزاد، بزرگ علوی و مجتبی مینوی گروهی ادبی به نام ربعه را تشکیل داد. آنها به دنبال نوآوری در ادبیات فارسی بودند و با آثار کلاسیک و کهنه مخالفت می‌کردند. هدایت در این دوره آثار تأثیرگذاری مانند سگ ولگرد، 3 قطره خون و علوی خانم را خلق کرد که تصویری عمیق از رنج انسان مدرن ارائه می‌دادند. اوجگیری نبوغ و بوف کور، تولد یک شاهکار. سالهای پایانی دهه 1310 اوج خلاقیت هدایت بود. او در سال 1315 سفری کوتاه به هندوستان داشت که تأثیری شگرف بر او گذاشت. در بمبئی، دور از هیاهوی ایران، او توانست در خلوت خود شاهکارش بوف کور را به رشته تحریر درآورد. این رمان که ابتدا به صورت دست‌نویس و تنها برای دوستانش منتشر شد، مظهر نبوغ ادبی هدایت و یکی از مهمترین آثار ادبیات مدرن ایران به شمار می رود. بوف کور با فضایی سورئال و کابوسوار به بررسی عمق روان انسان، عشق از دست رفته، مرگ می پردازد. این اثر نام هدایت را در ادبیات جهان جاودانه کرد. سالهای پایانی و پایان غم‌انگیز، سفری بی بازگشت. پس از بازگشت از هند، هدایت به فعالیت‌های ادبی خود ادامه داد. او علاوه بر داستان نویسی به ترجمه آثاری از کافکا و چخوف پرداخت و پژوهش‌هایی در مورد فرهنگ و اقوام ایرانی انجام داد.
اما با گذشت زمان سرخوردگی‌های سیاسی و اجتماعی او بیشتر شد. او از وضعیت جامعه و روشنفکران همعصر خود به شدت ناامید بود. این سرخوردگی در آثار انتقادیش مانند حاجی آقا به وضوح دیده می شود. در سال 1329 هدایت برای همیشه ایران را ترک کرد و به پاریس رفت. در این شهر او با تنهایی، اندوه و ناامیدی دست و پنجه نرم می کرد. زندگی در غربت و یأس از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران روح او را فرسوده کرد. در نهایت در فروردین ماه 1330 صادق هدایت در آپارتمان خود در پاریس با گاز به زندگی خود پایان داد. جسد او در آرامگاه پرلاشز به خاک سپرده شد. زندگی و مرگ صادق هدایت داستانی است از نبوغی که در تنگنای زمانه خود محبوس ماند. او با قلم خود تاریک‌ترین گوشه‌های روح انسان را کند و کاو کرد و با پایان غم‌انگیز زندگیش خود را به یکی از ماندگارترین اسطوره‌های ادبیات معاصر ایران تبدیل کرد.